درود. در آزادی آنلاین امروز مراجعت ده‌ها مهاجر بازداشت شده به امامعلی رحمان را می‌بینیم و از سراغ آنها هم می‌رویم که از خوابگاه‌هایشان رانده شدند و توصیه یکی از همراهان شما را برای کم کردن اجاره پولی در زمان کرانتین و این شرایط سخت می‌شنویم. اعلان محدودیت در گشت و گذار و کرانتین آنگونه که خودتان هم می‌دانید وضع بسیاری از مهاجران را در روسیه بد کرد، ولی احوال آنهایی که در بازداشتگاه نگه داشته می‌شوند ظاهراً بدتر است. شاید از همین سبب است که گروه از مهاجران تاجیک در یک بازداشتگاه شهر سنت پتربورگ با ارسال ویدیو به رادیو زودی به رهبران تاجیکستان چنین مراجعت کردند. ما در بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر سنت پتربورگ قرار داریم. تقریبا 100 نفر در اینجا قرار داریم. ما از شما خواهش میکنیم رئیس جمهور محترم امامعلی رحمان با ما یگان چرت نیررس تشکیل کنید، بلکه به وطن خود، به سرزمین خود، به نزد پدر و مادر، زن و فرزند خود برگردیم. خوشبختانه شکر الله میکنیم که ما صحت و سلامت هستیم و نمیخواهیم به یگان ناخوشی ها دچار شویم. محترم امامعلی رحمان ما سخت خواهش میکنیم یگان چاره میدیدید ما را به وطن خود برمیگردوندید. این مراجعت را یک مهاجر از بازداشتگاه سخاروو از مسکو به رادیو آزادی فرستاد و گفت که اینجا 300 مهاجر تاجیک نگه داشته میشوند و میترسند که مبادا به بیماری کووید 19 گرفتار نشوند. از بس که همه مرزها بسته است معلوم هم نیست پروازهای استثنایی به تاجیکستان تشکیل کرده میشوند یا نه. چند مهاجر دیگر که در خوابگاه اجاره نشستند میگویند اگر وضع به همین منوال ادامه کند حال آنها نیز بد میشود و در کوچه میمانند. آنها منتظر هواپیما نیستند و فقط منتظر کمک ناچیزی هستند که در بیرون نمانند. ویدیو را که حالا میبینیم از مسکو فرستادند. خیلی احوال مونین جای خواب مردم تاج کوارت پلاتن داره سرکلانشان این مردمی که کویش تماشی سرکلانشان در بیرون خواب نمیدونن در چه احوالن که ما را یک 5-6 روز دیگه مونده باور کرد خیلی وضعیت همیشه بیزه باکی. همه از سروری دولت خواهش میکنیم که در همه همه مهاجران رو دستگیری کنه، ما رو به وطن بر بگردون. به وطن اگر برم گردونده نتونه یگام کمی به ما کمک کنه که کمک خش برسانه دیگه یگام کس به داد ما نمیرسه. وضع نه تنها در روسیه در قزاقستان هم چنین است. گشت و گذار محدود است، کارخانه‌ها نیز فعالیتشان را موقتا بس کردند. در این کشور نیز هزاران مهاجر تاجیک کار میکنند و ویدیویی را که حالا میبینیم از الماتا گرفتیم. من در قزاقستان با همراهی من 15 نفر هستیم. بعضیش کار دارد، بعضیش کار ندارد. در همه واگن ها زندگی میکنیم. ماهیان برآمدگیم، دکمنتو تمام شدگی است. نتونستیم برآمده مقصد گرانسو پیش از محکم شدنش بسیار خوب میشود از جانب تاجیکستان یگان یاردم شود. با وجود این همه مشکلات مهاجران دیگری نیز هستند که به ما می‌نویسند و میگویند که اوضاع را خوب میفهمند و سعی میکنند علاج کنند و روزهای سخت را سپری نمایند. دو مهاجر تاجیک که در کرانتین هستند و با والیبال وقت را میگذرانند به دیگر بچه‌ها توصیه دادند که چگونه خراجات خود را در این زمان بیپولی کم کنند. برادرایی که در کرانتین ایستادگان میخوام از سویتم همجا ما خیلی کوارتیر را سپردیم. همجا برادرایی که قطیمون کار میکنن هم بچه ها خزانی خونهشون را گفته که کار نکردستیم وزیرش در اقران همی سومی کوارتیر را 3-4-5 هزار هم باشه مثال ارزون تر کنه گفته همون خزانش هم مثال گپ گرفته این هم مثال 15-18 هزار به 12 هزار سپرده. ما هم نصیب باشه خیلی ماه دیگه هم خیلی میکنده همین رایاتون نبریم بچه ها شما هم ایچکنه نشاده اگر نسپرده باشه اگر شما نسپرده باشه خزانی در زم بزنیم که خزایی کده بگین که هم خیلی سیتواسه اقران همی هم اقدمو یا چند که دستگیری کنن بگن همه هم مثال اینسون هم میفهمند. شما هم اگر توصیه دارید در ویدیو ثبت کنید و به شماره که میبینید بفرستید. واتساپ، وایبر، تلگرام و یا ایما از هر کدامی که میخواهید. ناامید نباشید، خود را احتیاط کنید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.